این ویدیو دوستان عزیز به شما آموزش میدم که چگونه روی ویدیوهای ما تامنیل یا بنر بمانیم که بازدید یا ویو بیشتر بخورد. لطفا چینل ما رو سابسکرایب کنید. اولین کار که میگیریم در قسمت یوتیوب استودیو میریم. دوستان یوتیوب استودیو رو با شما نصب داشته باشین. اگر نصب ندارین میتونین از گوگل پلی اون را نصب کنین. دیگه وارد این مرحله شدیم. از قسمت پست های خود انتخاب میکنیم. بعد از این دوستان عزیز روی گزینه چی کلیک میکنیم، روی این گزینه کلیک میکنیم. بعد دوستان عزیز روی این گزینه کلیک میکنیم. در شنک صفحه معلومات قلم که هست کلیک میکنیم روش. از این قسمت دوستان عزیز شما میتونید تامنیل تغییر بدید. 3 تا تامنیل پیش‌فرض که خیلی برنامه پیشنهاد میده. اگر شما نیاز داشتین در قسمت چنج بزنین و بدل خود تامنیل انتخاب کنید. اگر دوستان عزیز میبینید چینل تون وریفای نشده و ویدیو قبلا درباره وریفای کردن چینل گذاشتم و اونها رو برین ببینین و طریق وریفای کردن چینل در افغانستان هم یاد بگیرین. تشکر. زنده باشین.